هر مدل مو زمانی زیبا دیده میشه که شما فرم‌های صورت رو به خوبی بشناسید. توی این ویدیو تک به تک میخوام فرم‌های صورت رو به شما معرفی کنم. همراه من باشید. خب صورت با ابعاد دایره. هدف ما کشیده تر نشون دادن صورته. توصیه میشه بالای سر رو حجیم تر کنیم و پرهیز کنیم از حجم زیاد در بغل صورت. صورت بیضی شکل متعادل ترین فرم صورت هستش. هدف ما نرم کردن زاویه ها توی هیرکاتمون. بهتره که مدل موهای لایه‌دار یا موجدار کار کنیم روی این ابعاد صورت. نباید توی این ابعاد صورت از خط صاف استفاده بکنیم. صورت با ابعاد مربع که خط فک زاویه دار و پیشانی پهن‌تر هستش. هدف ما نرم تر کردن زاویه های صورت هستش. توصیه میشه مدل موهای لایه‌دار یا موجدار توی این ابعاد صورت استفاده بکنیم. پرهیز از خطای صاف زیاد توی این ابعاد صورت. صورت با ابعاد مثلث چونه پهن‌تر از پیشونی هستش و هدف ما اینه که بالای سر رو حجیم‌تر بکنیم تا صورت به تعادل برسه. مدل موهایی با تاج حجیم و چتری بلند مناسب این ابعاد صورت هستن. صورت قلبی شکل که پیشونی پهن‌تر و چانه باریک‌تر هستش. هدف ما اینه که پایین صورت رو حجم بدیم تا تعادل ایجاد بشه. مدل موهایی با فر پایین یا لایه‌های بلند مناسب این ابعاد صورت هستن. تو پیجم خبری از عدد کامنت کن و فلان کامنت کن نیست. پیجمو فالو کن تا فهمت توی کار آرایشگری بالاتر بره.